دارا داراتر میشه و ندار ندارتر. پولدار پولدارتر میشه و فقیر فقیرتر. این خلاصه ترین شیوه بیان اثر متیو یا متیو افکته، موضوعی که تو این اپیزود قرار مفصل بهش بپردازیم. دوستان عزیزم سلام، من آزادم و اینجا پادکست به اندازه کافی خوبه، جایی که من از تجربه ها و مطالب مفیدی میگم که به شما در ساختن یه زندگی به اندازه کافی خوب کمک میکنه. برای اینکه زندگی به اندازه کافی خوبی داشته باشیم باید دنیا رو بشناسیم و بدونیم که دنیا چجوری کار میکنه. تو مسیر سردر آوردن از کار این دنیا چیزایی رو میفهمیم که دونستنشون اگرچه برامون تلخه اما لازمه. ما نیاز داریم به دونستن این حقایق تلخ و پدیده طبیعی اثر متیو یا متیو افکت یکی از این حقایق تلخه. دونستن راجع به اینجور پدیده ها در کوتاه مدت ممکنه برامون اذیت کننده باشه، اما در بلند مدت میتونه تسکین دهنده و مفید باشه. دونستن راجع به متیو افکت میتونه خیلی از اتفاقات دنیای اطرافمون رو توضیح بده. اینکه ما یه توضیحی برای اتفاقات دنیای اطرافمون پیدا کنیم باعث میشه کمی از ناشناخته های ما کم بشه و کمتر غافلگیر بشیم و ابهام کمتری رو تو زندگی تحمل کنیم. ابهام و غافلگیری به ما رنج و استرس میده و توضیح پدیده های اطرافمون کمی از این رنج کم میکنه. علاوه بر این، آگاهی از این حقایق میتونه محاسبات ما رو از زندگی دقیق تر کنه و نگاهمون رو واقع بینانه تر کنه. کمک میکنه که شرایط خودمون و دیگران رو بهتر درک کنیم، همدلی بیشتری داشته باشیم و کمتر به خودمون سخت بگیریم. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم، این هشدار دوستانه رو بدم که این اپیزود دوز حقایق تلخش بالاست. بعضی از حرفایی که در ادامه میگم میتونه باعث ناراحتی و اضطراب شما بشه و ازتون میخوام اگه در شرایط روانی خوبی نیستید و اضطراب زیادی رو تجربه میکنید، لطفاً شنیدن این اپیزود رو به زمان دیگه‌ای موکول کنید. من نمیخوام که یه وقت شدت رنجتون غیر قابل تحمل بشه، اما اگه احساس میکنید که اوکیید و ظرفیت روانیش رو دارید، با من همراه باشید. خب بریم سراغ جمله کلیدیمون. دارا داراتر میشه و ندار ندارتر. معنیش این میشه که اونی که نسبت به بقیه امکانات بیشتری داره به مرور زمان باز هم امکانات بیشتری نصیبش میشه و اونی که امکانات کمتری داره به مرور زمان امکاناتش رو از دست میده و کمتر میشه. به عبارت دیگه اونی که توی زمینه‌ای از بقیه جلوتره به مرور زمان باز هم جلوتر میفته و اونی که توی زمینه‌ای عقب‌تره باز هم عقب‌تر میفته. وقتی از امکانات حرف میزنم منظورم فقط پول و ثروت نیست. البته که پول مثال گلدرشت متیو افکته، اما امکانات میتونه هوش و استعداد باشه، میتونه ژنتیک باشه، میتونه شهرت و اعتبار اجتماعی باشه و موارد دیگه. من جلوتر هر کدوم از اینها رو مفصل بررسی میکنم و مثالهایی میزنم که براتون واضح تر بشه. اول میخوام راجع به ریشه عبارت متیو افکت و دلیل نامگذاریش براتون بگم. عبارت متیو افکت سال 1968 توسط دو تا جامعه شناس به نامهای رابرت مرتون و هریت زاکرمن مطرح شد. این دو نفر یه پدیده‌ای رو مشاهده کردن. دیدن که دانشمندهای برجسته و شناخته شده برای یه تحقیق یا اختراع جدید نسبت به یه محقق یا مخترعی که کمتر شناخته شده تره اعتبار بیشتری کسب میکنه. به زبون ساده، اگه یه محقق یا مخترعی از قبل معروف و مشهور باشه، بابت کارهای جدیدش توجه و تحسین بیشتری میگیره و اگر همون کار رو یه فرد کمتر شناخته شده انجام بده، اون توجه و تحسین رو دریافت نمیکنه. از طرف دیگه اونایی که مشهور میشن فرصتهای بیشتری هم در ادامه براشون فراهم میشه. مثلا برندگان نوبل بعد از دریافت جایزه نوبل به خاطر شهرتشون موقعیت‌های همکاری بیشتری بهشون پیشنهاد میشه و باز هم جایزه‌های بیشتری بعد از نوبل میبرن. مرتون و زاکرمن دیدن که تو زمینه علم شهرت میاره و گمنامی.
اونا دیدن که اگه یه مقاله توسط چند نفر منتشر شده باشه، جایزه رو به اونی که معروف‌تره میدن و تحقیق رو به نام اون میشناسن، حتی اگه بیشتر کار یا همه کار رو بقیه همکارانش انجام داده باشن. اینو بچهای دانشگاهی احتمالاً تجربه دارن که یه دانشجویی همه یه زحمت یه تحقیق رو میکشه و نتیجه به نام استاد راهنمایی که هیچ کاری نکرده میخوره. آقای میرتون دید که این قضیه فقط تو زمینه شهرت علمی نیست، بلکه تو زمینه‌های دیگه هم صادقه. پول میاره، قدرت میاره، شهرت میاره و در یک کلام اگه بخوایم خلاصه بکنیم، مزیت میاره. به زبون ساده، اونی که جلو افتاده باز هم جلوتر میفته و برعکس، اونی که عقب افتاده باز هم عقبتر میفته. اونی که یه مزیتی رو داره به خاطر داشتن اون مزیت باز هم مزیت بیشتری به دست میاره و اونی که از اون مزیت کمتر برخورداره باز هم برخورداریش کمتر میشه. اگه باز هم ساده ترش کنیم میتونیم بگیم داراتر میشه و ندارتر. غنیتر میشه و فقیرتر. این نتیجه گیری آقای مرتون و خانم زاکرمن رو یاد قسمتی از انجیل متی انداخت که میگفت For to everyone who has will more be given and he will have abundance. But from who has not everything will be taken away. به هر کسی که دارد باز هم بیشتر میدهیم و او فراوانی خواهد داشت. اما از کسی که ندارد همه چیز از او گرفته خواهد شد. این جملاتی که خوندم فصل 25 ورس 29 از انجیل متی بود که البته ما در برگردان عربی بهش میگیم متی ولی انگلیسیش متیوه. شباهت مفهومی این جملات با پدیده‌ای که مرتون و زاکرمن مشاهده کردن باعث شد که اونها این پدیده رو به نام اثر متیو نامگذاری کنند. یه داستانی هم پشت این جملات انجیل متی هست که خیلی خلاصه و به نقل مضمون براتون میگمش. میگن یه اربابی قصد میکنه که به یه سفر طولانی بره. قبل از سفر 3 تا از خدمتکاراش رو فرا میخونه و به هر کدومشون چند سکه طلا میده و میگه تا موقعی که من از سفر برمیگردم باهاشون تجارت کنید. ارباب به اندازه شناختی که از هوش و توانایی اون خدمتکارا داشته بهشون سکه میده. به خدمتکار اول 10 سکه میده، به خدمتکار دوم 5 سکه و به خدمتکار سوم فقط 1 سکه. ارباب میره سفر رو مدتی میگذره. خدمتکارا هم مشغول کار میشن. ارباب که از سفر برمیگرده خدمتکارا رو صدا میزنه تا نتیجه رو از زبانشون بشنوه. خدمتکار اول و دوم با اون سکه تجارت کرده بودند و سودش رو به ارباب دادن. نفر اول که سرمایه بیشتری داشت سود بیشتری از نفر دوم به دست آورده بود. ارباب گفت اون سکه ها رو به خودتون میبخشم و علاوه بر اون برابر با میزان سودی که به دست آوردید بهتون پاداش میدم. نوبت به خدمتکار سوم رسید. به ارباب گفت سرورم، من ترسیدم که همین یه سکه رو هم تو تجارت از دست بدم. برای همین سکه رو تو دستمال پیچیدم و توی یه جای امن ازش مراقبت کردم که کسی ندزدتش. این سکه تقدیم شما. ارباب اون یه سکه رو از خدمتکار سوم میگیره و میده به خدمتکار اول و همون جملات معروف رو میگه. به هر کسی که دارد باز هم بیشتر میدهیم و او فراوانی خواهد داشت، اما از کسی که ندارد همه چیز از او گرفته خواهد شد. و اینجوری دست خدمتکار سوم رو خالی میذاره و تنبیهش میکنه. این داستان جزء پرابل ها یا مثل های عیسی بود. یعنی مثال هایی که عیسی برای حواریونش میگفت تا بگه که دنیا اینجوری کار میکنه و خدا اینجوری پاداش و تنبیه میکنه. من به همین بهانه یه جستجوی انجام دادم توی ضرب المثل ها و اصطلاحات فرهنگ های مختلف و اونجا هم چند تا مورد رو پیدا کردم که میشه گفت اثر متیو رو میشه توشون دید. توی ضرب المثل های فارسی احتمالا شنیدید که میگن هر چی سنگه مال پای لنگه، که خب داره متیو افکت رو توضیح میده. اونی که پاش لنگ میزنه و آسیب خورده باز هم بدشانسی میاره و پاش میره روی سنگ و میخوره زمین و باز هم آسیب بیشتری میبینه. یا یه جای خوندم که میگفت پول میاره بی پولی بچه. حالا قسمت اولش که واضحه ولی قسمت دومش این که بی پولی بچه میاره هم قابل لمسه. خیلی مشاهده میشه که افراد فقیر بیشتر بچه دار میشن و این خیلی عجیبه. یعنی عجیب از این نظر که فقرشون رو بیشتر میکنن، هم فقر خودشون، چون حالا اصطلاحاً
نونخوره بیشتری دارن و باید براشون امکانات فراهم بکنن، و هم فقری که به بچه‌ها به ارث میذارن، برای بچه‌ها به ارث میذارن و چقدر آدم دلش میسوزه، هم به حال خودشون و هم به حال اون بچه‌ها که سرنوشت تلخشون از همین الان قابل حدسه. چون همون جور که ثروت به ارث میرسه، فقر هم به ارث میرسه. تو زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگه هم خیلی ضرب المثل و اصطلاح راجع به مفهوم متیو افکت داریم. انگلیسی‌ها میگن success breeds success، یعنی موفقیت میزاید یا به دنیا میاره، یا همون موفقیت میاره اگه بخوایم روون ترجمهش بکنیم. یا the rich get richer and the poor get poorer، یعنی ثروتمندتر میشه و فقیر فقیرتر. یه ضرب المثل شرقی هم پیدا کردم راجع به متیو افکت که البته من ترجمه انگلیسیش رو اول براتون میخونم. Don't talk about how metal counters wood or how wood counters earth. If you are poor, everything counter you. یکم توضیحش سخته، ولی اگه بخوام قابل فهمش کنم از بازی سنگ کاغذ قیچی استفاده میکنم. میگه راجع به این حرف نزن که سنگ قیچی رو شکست میده و قیچی کاغذ رو. اگه فقیر باشی همه چیز تو رو شکست میده. در کتاب کهن داوود چینگ هم اشاره قابل تأملی هست که به مفهوم متیو افکت خیلی نزدیکه. در ورس 77 یا پند 77 میگه دعوی بهشت اینگونه است که از آن که بسیار دارد میگیرد و به آن که اندک دارد میدهد، اما شیوه آدمیزاد این است که از آن که اندک دارد میگیرد و به آن که بسیار دارد میدهد. خب یه پرانتز اینجا باز کنم. شاید برای بعضی خیلی جالب و اعجاب انگیز باشه که یه فردی در 3000 سال پیش به این حقایق اشاره کرده، اما خب برای من خیلی عجیب نیست، چون متیو افکت یه مشاهده خیلی بدیهیه. یعنی هر کسی که یکم تو این دنیا زندگی کرده باشه متوجه میشه که دنیا اینجوری کار میکنه. متاسفانه دیده میشه که این کتابای کهن که در کنار اشاره‌های درست کلی خطا و تناقض هم دارن، برای بعضی تبدیل به کتاب مقدس و کتابای همواره درست میشه. کتاب داو هم اندک توصیه‌های مفیدی داره، ولی بیشتر مطالبش نامفهوم، مبهم و غیر کاربردی هستن. از جمله این که در ادامه همین پند 77 میگه انسان باید به دعوی بهشت عمل کند و از کسی که بسیار دارد بگیرد و به آن که اندک دارد بدهد. اکثر پندهای داو آرمان شهر و جهان ایدئالی رو تخیل میکنه که در تضاد با قوانین طبیعت و از همه نظر نشدنی و غیر کاربردی. خب بگذاریم، پرانتز رو ببندم. من یه ضرب المثل ترکی هم از مادرم شنیدم. البته اینو بگم که مادرم ترک خراسان هستن و ترکیشون با ترکی غرب کشور تفاوت زیادی داره. مامانم میگفت وقتی که یه پسر از یه خانواده پولدار با یه دختر از یه خانواده پولدار ازدواج میکرد، میگفتن یاق یاقدامیه خمیرمایه بیقاطع قالیه، و معنی تحت لفظیش این میشه که روغن روی روغن میچکه و خمیر نون بدون ماست میمونه. یعنی ثروتمند رو جذب میکنه، روغن نمادی از ثروته، و اونی که ثروت نداره سرش بیکلاه میمونه و از همنشین محروم میشه. اشاره داره به این که معمولاً هر کس با همرده اجتماعی خودش ازدواج میکنه یا وارد رابطه میشه. پولدارها با پولدارها ازدواج میکنند و فقیرها یا تنها میمونند یا با یه فقیر همرده خودشون ازدواج میکنند. این هم اثر واضح متیو افکت در ازدواجه. به جز این من دیدم که ترک‌های غرب کشور هم ورژن‌های دیگه از این ضرب المثل رو به کار میبرن. من ترکی متاسفانه خوب نیست و پیش از ترک‌های عزیز عذر میخوام اگه تلفظم درست نیست. ضرب المثل اینه: یاق یاقسته گینر یارما یابانسته. یا یه ورژن دیگهش اینجوریه که میگه یاقی یاقسته وری بیارمان یابان گویوب. و تا جایی که من فهمیدم معنیش تو این مایه ها میشه که برای یکی روغن روی روغن میاد و برای دیگری بلغور روی بلغور، که روغن نماد داراییه و بلغور نماد نداری. اگه شما ترک هستید و معنی دقیق تری ازش دارید حتما برام تو کامنت ها بنویسید. خب اینم از ضرب المثل ها، من فعلا اینا رو پیدا کردم. راستی اگه شما هم توی فرهنگتون، توی زبانتون ضرب المثل یا
اصطلاحی هست که نزدیک به مفهوم متیو افکت، خوشحال میشم که بنویسید تو کامنت ها. مثلا اگه کرد هستید، اگه لور هستید، اهل هر زبان و فرهنگی که هستید، یا حتی مهاجرت کردید و تو فرهنگ اونجا نکته مشابهی رو پیدا کردید، خیلی کنجکاوم که بدونم راجبش. قبل از اینکه به نمونه‌های متیو افکت بپردازیم، لازمه که یه شفاف سازی بکنم. ببینید، من وقتی از کلمه فقیر استفاده میکنم فقط به فقر و فقدان و نداشتن امکانات در یه حوزه اشاره میکنم و به هیچ وجه لحن تحقیرآمیزی ندارم. اتفاقا برعکس، یه نگاه دلسوزانه و همدلانه در مورد افراد فقیر دارم. خود منم در هر زمینه‌ای که امکاناتی رو نداشته باشم، تو اون زمینه فقیر و ندار محسوب میشم. راجع به دارا بودن هم همینطوره. مثلا وقتی راجع به کسانی که ثروت دارند یا همون پولدارها صحبت میکنم، صرفا دارم به داراییشون اشاره میکنم و هیچ احساس خشم یا سرزنشی نسبت به داراییشون ندارم. خود منم در هر زمینه‌ای که امکاناتی رو داشته باشم، تو اون زمینه دارا محسوب میشم. نکته دیگه این که فقر فقط فقر مالی نیست. تو هر زمینه‌ای که یه فرد از امکاناتی محروم باشه، اون فرد رو در اون زمینه فقیر محسوب میکنیم. و نکته بعدی هم اینه که فقر و دارایی یه طیفه و هر کس تو هر زمینه‌ای به میزانی فقیر یا به میزانی داراست. وقتی از فقر مالی صحبت میکنیم، دو نفر میتونن فقیر باشن ولی فقر نفر دوم شدیدتر از فقر نفر اول باشه. یکی صرفاً پولی برای تفریحش نداره و یکی ممکنه یه روز در میون اصلا غذا برای خوردن نداشته باشه. حالا رایجه که تو هر کشوری یه شاخص فقر مشخص میکنند و شدت فقر هر کس رو به میزانی که زیر خط فقر زندگی میکنه تعیین میکنن. یه نکته دیگه هم اینه که وقتی که میگیم فقیر به مرور زمان فقیرتر میشه، لزوما به این معنی نیست که داراییش رو از دست میده و داراییش کمتر میشه. در جا زدن هم یعنی فقیرتر شدن. پیشرفت خیلی خفیف نسبت به یه زمان طولانی هم یعنی فقیرتر شدن. ممکنه یه فرد فقیر با حقوق خیلی کم 20 سال از همه چیش بزنه و چند شیفت کار بکنه و پسنداز بکنه تا بتونه یه ماشین بخره، اما این به معنی پیشرفت و دارا شدن نیست. این فرد عمرش رو، زندگی و آرامشش رو این وسط قربانی کرده تا به این رشد خفیف برسه، در حالی که یه فرد دارا با سرمایه زیادی که داره کافیه یه نصف روز یه معامله انجام بده و با سودش مثلا 3 تا از همون مدل ماشین رو بخره. این هم یه نکته. یه نکته مهمی هم که باید بهش اشاره بکنم اینه که متیو افکت قاعده و قانون نیست، یه پدیده است و البته یه پدیده فراگیره. قانون یه گزاره همواره درسته، اما پدیده اینجوریه که برای تعداد زیادی صدق میکنه و اندکی هم میتونن استثناء باشن. مثلا وقتی میگم دارا داراتر میشه و ندار ندارتر، منظورم این نیست که دارا همیشه داراتر میشه و ندار همیشه ندارتر. نه، یه ندار میتونه دارا بشه و دارا هم ممکنه که ندار بشه، یا میتونه هر کدوم تو شرایط فعلیشون درجا بزنن. اما متیو افکت یعنی دارا با احتمال زیاد و زحمت کمتری داراتر میشه و اگه یه فرد ندار بخواد دارا بشه، شانس کمتری داره و باید زحمت به مراتب بیشتری نسبت به یه فرد دارا بکشه. پس واضحه که استثناء وجود داره، اما میخوام شما رو به این نکته توجه بدم که استثناء پدیده رو نقض نمیکنه. استثناء قاعده و قانون رو نقض میکنه، اما ما متیو افکت رو به صورت یه پدیده مطرحش میکنیم. موردهای استثناء میشه مثال زد. مثلا هر کسی که پول داره لزوما پولدارتر نمیشه. ممکنه یه نفر به خاطر اینکه تصمیم‌های غلط زیادی میگیره همه سرمایه‌اش رو از دست بده، یا مثلا بدشانسی بیاره و یه اتفاق خارج از کنترل باعث ورشکستگیش بشه، اما شانس رشد مالیش بیشتره و فرصت‌های بیشتر و خطر کمتری پیش رو داره. هر کسی هم که فقیره لزوما فقیرتر نمیشه. ممکنه به خاطر یه اتفاق مثل برنده شدن لاتاری از فقر در بیاد، یا اینکه شبانه روز و چند شیفت کار بکنه، از جنبه‌های مختلف زندگیش بزنه و اونها رو قربانی بکنه تا به یه دارایی برسه. اما به صورت کلی شانس رشد مالی یه آدم فقیر از راه عادی کمتره. فرصت‌های کمتر و ریسک‌های بیشتری تو مسیرش وجود داره.
همینطور تو حوزه‌های دیگه به جز پول. منظورم از بیان این نکته اینه که متیو افکت شامل همه نمیشه، اما تعدد بسیار بالایی داره. همه اینجوری نیستن، اما خیلی زیاد اتفاق میفته و چون این پدیده زیاد اتفاق میفته لازمه که بهش توجه داشته باشیم و تو محاسباتمون برای زندگی لحاظش کنیم. وجود استثناها نباید باعث بشه که از حقایق تلخ فرار کنیم و برای آرامش ذهنی به خودمون دروغ‌های شیرین بگیم. بعضی‌ها در مواجهه با این حقایق سریع استثنا میارن تا از مواجهه با تلخیش فرار کنن. مثلا ممکنه بگن من کسی رو میشناسم که هیچی نداشت و فقیر بود اما حالا ثروتمند شده و همه چی داره، پس متیو افکت حقیقت نداره. باید مراقب بود که در مورد مثال‌ها دچار سوگیری‌هایی مثل سوگیری انتخاب، دید تونلی و خطای بازماندگان نشیم. ساده بخوام بگم باید توجه کنیم که به ازای اون یه آدمی که فقیر بوده و ثروتمند شده، کلی آدم بودن که موفق نشدن از فقرشون نجات پیدا کنن و حتی به فقرشون و به رنجشون اضافه شده. یا مثلا یه سری جملات انگیزشی هست که میگه آدم تو محدودیت‌ها ستاره میشه. خب اینجا سوگیری بازماندگان اتفاق افتاده. شاید تعداد کمی تونستن با وجود موانع و محدودیت‌ها ستاره بشن، اونم نه به خاطر محدودیت‌ها بلکه علی‌رغم وجود اون محدودیت‌ها. ولی در ازای اون اندک افراد موفق تعداد خیلی بیشتری بودند که همین محدودیت‌ها اونها رو از صحنه روزگار محو کرده و هیچ وقت ستاره نشدن و ما داریم روایت اونایی که بازمانده هستند رو بهش توجه می‌کنیم. اینم از این نکته. گفتم اول کار بگم چون ممکنه ذهن بعضی از ما در مواجهه با این پدیده شروع به آوردن استثنا بکنه و وجود این پدیده رو انکار بکنه. خب حالا میخوایم یه تقسیم بندی برای خودمون انجام بدیم که ادامه توضیحات ساده تر بشه. متیو افکت 2 قسمت داره. قسمت اولش میگه دارا داراتر میشه و قسمت دومش میگه ندار ندارتر میشه. من به قسمت اولش که معنی رشد و پیشرفت و بیشتر شدن میده میگم متیو افکت مثبت و به قسمت دوم که معنی نزول و پسرفت و کمتر شدن میده میگم متیو افکت منفی. پس متیو افکت مثبت داریم و متیو افکت منفی. پس از این به بعد برای خلاصه کردن توضیحاتم یه جاهایی از عبارت متیو افکت مثبت و یه جاهایی هم از عبارت متیو افکت منفی استفاده میکنم که شما الان دیگه میدونید منظور چیه. بسیار خوب. اولین بخشی که میخوام بهش بپردازم راجع به هوش و استعداده. بعدش تو بخش دوم راجع به پول و اقتصاد صحبت میکنم. بعدش راجع به شخصیت. تو بخش بعدش راجع به ژنتیک، شبکه‌های اجتماعی، شهرت و به همین صورت ادامه میدیم. بخش اول هوش و استعداد. تحقیقات با سابقه ای نشون دادن که در بحث مهارت خواندن، یعنی همین خواندن یه متن، reading abilities، متیو افکت خیلی اتفاق میفته. این رو یه روانشناس و دانشمند مشهور آمریکایی به نام کیث استانوویچ در سال 1986 کشف کرد. کودکانی که زودتر خوندن رو یاد بگیرن یه مزیت خیلی بزرگی به دست میارن و به مرور زمان در مهارت‌های زبانی و کیفیت تحصیلشون از بچه‌های دیگه خیلی جلو میافتن. و از طرف دیگه کودکانی که از همون اول در خوندن لنگ بزنند و مشکل داشته باشن و دیرتر به مهارت‌های خوندن دست پیدا بکنن، به مرور زمان با چالش‌های بیشتری در تحصیلشون مواجه میشن که کیفیت تحصیلشون رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه باز هم از بقیه عقب‌تر بمونن. یه تصویری هست که خیلی خوب توضیح میده این جریانو، اگه بتونم روی ویدیو قرار میدم. اصطلاحاً یه چرخه فزاینده یا increasing loop اتفاق میفته، چرخه فزاینده مثبت و چرخه فزاینده منفی. این چرخه ها رو به شکل یه مارپیچ به سمت بالا و یه مارپیچ به سمت پایین نشون میده و میگه کودکی که زودتر خوندن رو یاد میگیره از خوندن لذت میبره،
چون خود درک مطلب براش لذت بخشه و تشویق اطرافیانش هم به لذتش اضافه میکنه. این باعث میشه که کلی تمرین بکنه و این تمرین کردن باعث میشه که کم کم به صورت اتومات و خودکار رشد کنه و دیگه لازم نباشه به خودش فشاری بیاره. این نکته باعث میشه که خوندن براش به یه فعالیت لذت بخش تبدیل بشه. خود این قضیه باعث میشه که دایره لغاتش رشد کنه و غنی بشه. این اتفاق باعث میشه علاقه و حس خوبی به مدرسه و تحصیل پیدا کنه. باز این نکته باعث میشه که باز هم انگیزه های بیشتری برای خوندن پیدا کنه و این مارپیچ سعودی همچنان ادامه داره و داره متیو افکت مثبت رو نشون میده. اما برای کودکی که در سنین اولیه تحصیل در خوندن مشکل داشته باشه، خب اینجوریه که هیچ لذتی در خواندن پیدا نمیکنه، چون چیز زیادی از مفاهیم کلمات و مطالبش درک نمیکنه و دیگران هم تشویقش نمیکنن. گاهی به خاطر این قضیه حتی تنبیه هم میشه، خاطره بدی پیدا میکنه. این نکته باعث میشه که واسه خوندن تمرین کافی نداشته باشه، اصلا علاقه‌ای به تمرین کردن نداشته باشه. این باعث میشه که رشد مهارتش به حالت اتومات و خودکار نرسه و همش نیاز به فشار بیرونی باشه. خود این نکته باعث میشه که خوندن براش تبدیل به یه فعالیت ناخوشایند بشه. باز این نکته باعث میشه دایره لغاتش خیلی کم باقی بمونه و رشد نکنه. خود این باعث میشه هیچ علاقه و حس خوبی نسبت به مدرسه و تحصیل نداشته باشه و این باعث میشه به مرور زمان انگیزش برای خوندن کم و کمتر بشه. و این مارپیچ نزولی همچنان ادامه داره که داره متیو افکت منفی رو نشون میده. حالا میخوام به بحث استعداد بپردازم. هم شامل استعداد تحصیلی میشه و هم شامل موارد دیگه مثل استعداد ورزشی. آقای مالکوم گلدول در کتاب Outliers درباره آدم‌های استثنایی و دلایل موفقیتشون صحبت کرده و تاکیدش تو این کتاب روی عوامل بیرونی موفقیت افراده. اگه مایندست و طرز فکر افراد رو عوامل درونی در نظر بگیریم، آقای گلدول اومده عوامل بیرونی مثل شانس و امکانات و مزیت‌ها رو بررسی کرده. مالکوم گلدول خودش که خیلی آدم خوشفکر و متفاوتیه و حرفای جالب و مفیدی مطرح میکنه، تحلیل‌هاش معمولاً جدید و نوآورانه است و کتاب‌هاش هم نظر بسیاری رو به خودش جلب کرده. اگه کنجکاو بودید راجع به مطالب این کتاب، میتونید خلاصه این کتاب رو در اپیزود اول پادکست بی پلاس بشنوید. اما من فقط به یه نکته مرتبط به بحثمون اشاره میکنم. آقای گلدول یه فصل از کتاب اوتلایرز یا استثنایی ها رو به متیو افکت اختصاص داده و یه نمونه جالبی ازش آورده که در ادامه میگم. چند سال پیش یه تحقیقی انجام شده بود روی بازیکن‌های حرفه‌ای هاکی در آمریکا و بعداً این تحقیق بارها و بارها روی ورزشکارای مختلف در رشته‌های دیگه هم تکرار شد. از جمله سال 2023 لیگ فوتبال اسپانیا یا لالیگا رو بررسی کردن. چیکار کردن تو این تحقیقا؟ اومدن بازیکن‌ها رو بر اساس ماه تولدشون گروه بندی کردن و دیدن به طرز عجیبی بیشتر بازیکن‌ها تو نیمه اول سال میلادی، یعنی 6 ماه اول به دنیا اومده بودن. فاصله عددیشون خیلی زیاد. مثلا توی تحقیق 400 نفره 300 نفر 6 ماه اول بودن و 100 نفر 6 ماه دوم، یعنی 3 برابر. خب این خیلی مشاهده جالب و عجیبی بود و یه سوال بزرگ رو ایجاد کرد که خب چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید تعداد بازیکنایی که تو نیمه اول سال میلادی به دنیا اومدن بیشتر از بازیکنای نیمه دومی باشه؟ این باعث شد که دانشمندا بعد از تحقیق بیشتر متوجه یه نکته‌ای بشن به اسم اثر نسبی سن یا Relative Age Effect. 2 کودک 7 ساله رو فرض کنید که یکی روز اول سال و دیگری روز آخر سال به دنیا آمده باشن. تو روز آخر سال جفتشون 7 ساله محسوب میشن، اما کودک اولی 364 روز بزرگتره. این یعنی رشد بیشتری داشته، قد بلندتری داره، عضلات قوی‌تری داره، چابکتره، مغزش بیشتر رشد کرده و عکس‌العملاش سریع‌تر و دقیق‌تره. همه اینها باعث میشه که کودک اولی عملکرد ورزشی بهتری داشته باشه نسبت به کودک دوم. اما جفتشون تو یک کلاس درس میخونن و تو زنگ ورزش باید با هم رقابت کنن، یا توی هر طبقه بندی سنی که انجام میشه برای ورزش اینها باید توی سن خودشون با هم رقابت بکنن. خب اون بچه اولی که بزرگتره عملکرد بهتری ارائه میده و معلم ورزش
نظرش جلب میشه و اون رو توی تیم منتخب مدرسه قرار میده و به مرور به باشگاه شهر معرفیش میکنه و روال رشدش طی میشه. این یعنی صرفاً به خاطر اینکه زودتر به دنیا اومده، عملکرد بهتری داره، تحسین بیشتری میگیره و فرصت رشد و ترقی بیشتری پیدا میکنه. حالا توجه کنید به اون بچه بیگناهی که به خاطر اینکه نیمه دومیه و کوچیک‌تره، عملکردش نسبت به همکلاسی نیمه اولیش ضعیف‌تره و هی میبازه و معلم ورزشش هم خب قطعاً بهش بی‌توجهی میکنه و اونو انتخاب نمیکنه، هیچ وقت تحسینی براش دریافت نمیکنه. حالا من مثال رو واسه ورزش زدم، ولی واسه هوش و استعداد تحصیلی هم میشه همینو گفت. بچهای نیمه اولی مغزشون بیشتر رشد کرده، حافظه قوی‌تری دارن، قدرت محاسباتی بیشتری دارن. این باعث میشه که نظر معلم‌ها رو به خودشون جلب کنن و مورد تحسین اونها قرار بگیرن و انگیزشون بیشتر بشه. خب بچه‌ها خیلی تشویق روشون اثر داره. بچهای نیمه دومی، طفلی‌ها تو این رقابت به خاطر عملکرد نسبی ضعیف‌تر نه تنها تشویق نمیشن، بلکه یا مورد بی‌توجهی یا مورد سرزنش و تنبیه قرار میگیرن. حالا شما دقت کنین به این که این اثرش فقط مال اون سال نیست، این اثر تجمعی داره. یعنی کودک خاطره بدی از تحصیلش پیدا میکنه، طرحواره کودن بودن به خودش نسبت میده، دچار خود تردیدی میشه و حس ناکافی بودن میگیره که در سالهای آینده تاثیر داره، اصلا مدل نگاهش به تحصیل رو تغییر میده. خیلی از بچه‌هایی که استعداد خوبی هم داشتن به خاطر این قضیه، به خاطر این رقابت نابرابر ناامید شدن و ادامه ندادن یا بی‌انگیزه شدن. همه اینها به خاطر اینه که چند روز یا بهتر بگیم مثلا چند ماه دیرتر به دنیا آمدن. و ببینید چقدر تاثیر داره این قضیه. این قضیه ساده‌ای که در ظاهر به نظر نمی‌رسید که مهم باشه، ولی چقدر میتونه در آینده کودک تاثیر داشته باشه. اگه راجع به جزئیات بیشتر این قضیه کنجکاو بودید، یه ویدیوی خیلی جامع و مفید هست که تو کانال تلگرام قرارش میدم و دعوت میکنم که ببینیدش. یه تجربه هم از خودم بگم. من تو زمینه هوش و استعداد تحصیلی از این قضیه استثنا بودم. یعنی خب من بچه باهوشی بودم که البته این هوش رو هم جبر طبیعت بهم داده بود و من به خودم نسبتش نمیدم، خودم بابتش تحسین نمیکنم. این مزیت نابرابری بوده که جبر طبیعت به من داده. خب این هوش بالا به من کمک کرد که مثلا سال سوم ابتدایی رو جهشی بخونم و با وجود این باز هم توی همه کلاس‌های سالهای بعدش هم عملکرد خوبی ارائه دادم و شاید اول بودم و اینجوری. این یعنی از نظر ذهنی میتونستم بدون مشکل با بچه‌های حتی یه سال بزرگتر از خودم رقابت کنم و موفق باشم. اما در زمینه ورزش دقیقاً شامل اون اثر نسبی سن شدم. یعنی چون جهشی خونده بودم از نظر هیکلی یه بچه ریزه میزه محسوب میشدم نسبت به بقیه و زنگ ورزش باید با بچه‌هایی که قد بلندتری از من داشتن، قوی‌تر بودن، سریع‌تر بودن رقابت میکردم و تو این رقابت‌ها هم ناموفق بودم. من عشق فوتبال بودم ولی فوتبالم خوب نبود چون اونا خیلی قوی‌تر بودن از من و گاهی وقتا با بچه‌های کلاس پایین‌تر که همسن خودم بودن بازی می‌کردم می‌دیدم که خیلی خوبم، عمل کردم نسبتاً خیلی خوبه، ولی با همکلاسیام که حالا دیگه بعد از جهشی بزرگتر از خودم بودن اصلاً نمیتونستم رقابت بکنم و همش شکست می‌خوردم، زورم بهشون نمی‌رسید. خلاصه که خیلی اذیت شدم و عملاً انگیزم رو برای فوتبال از دست دادم. روزی که معلم ورزش اسم تیم منتخب کلاس رو خوند و من توشون نبودم و یادم میاد که چقدر بغض کرده بودم و قصه میخوردم. خب بگذاریم. حالا میخوام راجع به امکانات تحصیلی و تأثیرش در موفقیت صحبت بکنم. 2 بچه کوچیک رو فرض کنید که یکی خانواده‌اش تمکن مالی بالایی داره و امکانات تحصیلی بیشتری برای فرزندش فراهم میکنه و دیگری پولی نداره و ناچاره به آموزش عمومی بسنده کنه. بچه اولی معلم‌های بهتری داره، در کنارش معلم‌های خصوصی هم براش میگیرن، کتاب‌ها و منابع آموزشی و کمک آموزشی بیشتر و بهتری براش فراهم میشه. به خاطر رفاه و امکاناتی که داره استرس کمتر و انگیزه و امید بیشتری داره که خب میتونیم اسم اینا رو بذاریم امکانات روانی خیلی بیشتری داره. به خاطر همه این امکاناتش خب به موفقیت‌های تحصیلی بالایی میرسه. به خاطر موفقیتش دانشگاه بهتری قبول میشه و باز هم تحصیلش
با کیفیت تر میشه، چون رتبه تحصیلی بهتری داشته دانشگاه بهش فاند و اسکالرشیپ میده، یعنی بخشی یا همه هزینه تحصیلش رایگان میشه و از لحاظ مالی جلو میفته. دانشگاه‌های سطح بالاتری قبول میشه که مدرک معتبرتری دارن. در زمانهای آزادش فعالیت‌های خارج از برنامه انجام میده و رزومش قوی‌تر میشه. حتی اگر فاند و اسکالرشیپ هم نگیره، خیالش راحته که خب هزینه تحصیلش رو والدینش میدن و اصلا ذره‌ای فکرش رو درگیر این قضیه نمیکنه. جالبه بدونید که بسیاری از دانشگاه‌های رنک اول جهان دانشجوهاشون رو به شرط تمکن مالی بالای والدین پذیرش میکنن، برای اینکه اون والدین برنامه‌های دانشگاه رو ساپورت مالی بکنن. یعنی اگه شنیدید کسی هاروارد میخونه، بدونید که صرفاً به خاطر استعداد بالاش نیست، احتمالاً بابای پولداری هم داشته که به دانشگاه دونیت میکرده، ساپورت مالی میکرده. یه آماری هم در مورد هاروارد میخوندم که بیش از 50% دانشجوها از دهک اول جامعه، یعنی ثروتمندترین خانواده ها بودن و خب اون بقیه 50% هم در دهک‌های بعدی که جزء ثروتمندا بودن قرار میگیرن. خیلی میشه این بحث رو ادامه داد، ولی خلاصش میشه این که متیو افکت مثبت شامل حال این بچه اول میشه. اما اون بچه دوم به خاطر امکانات پایین، علیرغم تلاش زیادش، نمیتونه به موفقیت ویژه‌ای دست پیدا بکنه. مثالش بحث کنکور ایران رو دیگه همه جا راجبش صحبت شده، اینکه پذیرفته شدگان در دانشگاه‌های برتر اکثر غریب به اتفاقشون از دهک‌های اول جامعه بودن. یعنی یه آماری بود که حدود 90% ورودی برق شریف از اون 2 دهک اول جامعه، یعنی ثروتمندترین افراد جامعه بودن. وقتی این بچه دوم، بچه که امکانات پایینی داشته و به خاطرش ناموفق بوده، خودش رو با دیگرانی که امکانات بیشتری داشتن مقایسه میکنه، خب امید انگیزش کمتر میشه. اینکه مثلا دانشگاه سطح پایینتری قبول میشه، بعد مدرک اون دانشگاه ضعیفتره از نظر اعتبار، بعدن ممکنه تو بازار کار به ضررش بشه این مدرک ضعیفتر. به جز این دانشجوهایی که رنک تحصیلی بالایی ندارن، دانشگاه بهشون فاند و بورسیه نمیده، یعنی باید کل هزینه‌های دانشگاه رو که مبلغ خیلی زیادیه رو خودشون بپردازن. برای اینکه هزینه دانشگاه رو بدن، خب خانواده پولداری ندارن که ساپورت مالیشون کنه، باید همزمان با تحصیل خودشون کار بکنن و این کار کردن همزمان با تحصیل باعث میشه که فرصت تجربه اندوزی و فعالیت‌های خارج از برنامه رو نداشته باشن. کاری هم که انجام میدن یه کار با حقوق پایینه، چون هنوز مدرکشون رو نگرفتن، باید کارهای مینیمم ویج انجام بدن. کار همزمان باعث میشه که به خاطر عدم تمرکز کیفیت درس خوندنشون بیاد پایین. حتی گاهی وقتا با اون کار همزمان با تحصیلشون هم از پس پرداخت شهریه دانشگاه بر نمیان. تو آمریکا بسیاری از دانشجوها برای پرداخت شهریه دانشگاه استودنت لون یا وام دانشجویی میگیرن که بهره خیلی بالا و تصاعدی داره و بعضی از دانشجوها تا چندین سال بعد از فارغ التحصیلی، مثلا 10 سال بعد از فارغ التحصیلی، هنوز دارن وام دانشجویشون رو تسویه میکنن. و اضافه کنیم که خب کسایی که به خاطر هزینه‌های دانشگاه قید تحصیل رو زدن و اصلا منصرف شدن و همینطور میشه ادامه داد که خلاصش میشه متیو افکت منفی. یه نکته هم الان یادم اومد، یعنی توی یادداشتام نبود، تو پرانتز میگمش. آقای آلن دوباتن یه انتقاد بزرگی به بحث مریتاکراسی یا همون شایسته سالاری داره و میگه این همه بها دادن به این ایده که افراد شایسته باید حمایت بشند و ترقی کنند و در رأس جامعه قرار بگیرند، این باعث میشه به افراد بسیاری که شامل اون شایستگی نیستن اضطراب اجتماعی زیادی وارد بشه. یعنی تازه خود بحث شایستگی و تحسین کردنش هم که کلا زیر سواله، چون خیلی از شایستگی ها به خاطر همین مزیت‌های نابرابر اولیه و تشدیدشون با متیو افکت ایجاد شده، یعنی جبر طبیعت، این که به صورت نابرابری مثلا یه امکاناتی رو داشتن و بعد باز متیو افکت هم باعث شده که بیشتر بشه. اصلا این بحث شایستگی و تحسین کردن رو میبره زیر سوال، ما باید اینا رو تحسین بکنیم یا نه. و
به جز این هم ایشون میگه که ما نباید جامعه‌ای درست کنیم که اکثر افرادش با دیدن تحسین شایستگی دیگران دائما حس لوزر بودن داشته باشن، حس بازنده بودن بهشون دست بده و خودشون رو سرزنش بکنن. این مطالب رو آقای دوباتن فکر کنم تو کتاب استاتوس انگزایتی یا اضطراب موقعیت اجتماعیش گفته باشه. من تو چند تا از سخنرانیاشونم خلاصه این حرفا رو شنیدم. خب این پرانتز رو ببندم و برگردیم به بحثمون. یه مثال ورزشی بزنم راجع به بازیکن اصلی و بازیکن ذخیره. بازیکن اصلی منظورم بازیکن فیکسه. یه ورزش تیمی رو تصور کنید، مثلا فوتبال. مربی تو تمرینات پیش فصل به عملکرد بازیکن‌ها دقت میکنه و از بین چند بازیکنی که توی پوزیشن خاص بازی میکنند خب باید مثلا یکی رو انتخاب کنه و دیگری یا دیگران رو بذاره به عنوان بازیکن ذخیره. مثلا پوزیشن دروازه‌بان رو در نظر بگیرید. یه تیمی 2 تا دروازه‌بان داره. تو تمرینات پیش فصل یکیشون یه ذره بهتر از دیگری عمل میکنه و همین یه ذره عمل کرده بهتر نظر مربی رو جلب میکنه و باعث میشه اونو به عنوان بازیکن فیکس انتخاب بکنه و خب اون دیگری رو بذاره به عنوان بازیکن ذخیره. خب اونی که فیکس بازی میکنه به مرور زمان بیشتر از دروازه‌بان ذخیره رشد میکنه به دلایل مختلف. اولا از نظر روانی حس خوبی داره، روحیه بهتری داره چون انتخاب شده و بهش اعتماد شده، ولی دروازه‌بان ذخیره قطعا از اینکه انتخاب نشده حس خوبی نداره. دوما مربی دروازه‌بان‌ها انرژی بیشتری واسه تمرین دادن اون دروازه‌بان فیکس میذاره تا اون دروازه‌بان ذخیره، چون اونی که فیکس بازی میکنه برای تیم مهمتره، پس بیشتر واسه اون وقت میذاره و بیشتر اونو تمرین میده. سوما این دروازه‌بان فیکس چون به صورت مستمر بازی میکنه و به چالش کشیده میشه مهارتاش هم تقویت میشن، در حالی که دروازه‌بان ذخیره چون بازی انجام نمیده و چالشی نداره مهارتاش اونقدر تقویت نمیشن و حتی ممکنه مهارتش افت هم پیدا بکنه. نتیجه این میشه که به مرور دروازه‌بان فیکس عملکردش بهتر و بهتر میشه و باز هم فیکس باقی میمونه و اون دروازه‌بان ذخیره بیچاره باز هم ذخیره باقی میمونه. همون اول فصل که یکیشون یکم جلو افتاد باعث شد که به مرور زمان باز هم جلوتر بیفته و فاصلش بیشتر بشه. خب متیو افکت مثبت برای دروازه‌بان فیکس و متیو افکت منفی برای دروازه‌بان ذخیره اتفاق میفته. خب اینم اضافه کنید که دروازه‌بان فیکس بیشتر دیده میشه و محبوبتر میشه، حتی ممکنه تبدیل به قهرمان تیمش بشه و قیمتش تو بازار خرید و فروش بالاتر بره، در حالی که دروازه‌بان ذخیره ناشناخته باقی میمونه. حتی اون اندک موقعیتایی هم که به دروازه‌بان ذخیره بازی میدن به خاطر اینه که اون دروازه‌بان اصلی استراحت بکنه، یعنی اونه که مهمه. یه مثال دیگه از فوتبال بزنم. توی کشوری یه لیگ فوتبال تشکیل میشه و چند تا تیم فوتبال کارشون رو شروع میکنن. یکی از این تیم‌ها یه سرمایه گذاری داره که پول و امکانات بیشتری برای تیم میاره و میتونه برای خرید بازیکن‌ها، برای خرید مربی، برای تمرین دادنشون خرج بیشتری بکنه. خب تیم اول اون فصل برنده میشه و جایزه مالی میبره که میتونه باز هم بازیکن‌های بهتری بخره، کادر مربیان رو تقویت بکنه و بیشتر خرج کیفیت تمرینات تیمش بکنه. اعتبار و محبوبیتش به خاطر قهرمانیش میره بالا و کلی حامی و طرفدار جدید به دست میاره که انگیزش رو بیشتر میکنه. حمایت مالی اسپانسر بیشتر میشه و قراردادهای همکاری جدید میبنده و با این امکاناتی که پس از هر قهرمانی به دست میاره به مرور زمان قهرمانی‌های بیشتر، جایزه‌های بیشتری به دست میاره و محبوبیتش بیشتر میشه، بودجهش بیشتر میشه و همه اینا باعث میشه که فاصلش با تیم‌های دیگه خیلی 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 بیشتر بشه. شما تیم‌های مطرح هر لیگی رو نگاه بکنید میتونید مثالش رو پیدا بکنید. مثلا رئال مادرید که خیلی تیم با سابقه‌ایه، چندین ساله که قهرمان اروپا میشه و با سود مالی موفقیت‌ها خب کلی کار اقتصادی میکنه و در نتیجهش میتونه بازیکن‌های برتر تیم‌های دیگر رو برای خودش بخره، چه میدونم رونالدو، امباپه، و اون بازیکن‌ها باز هم قهرمانی‌های جدید رو رقم میزنن و اینجوری یه چرخه فزاینده مثبت رو رقم میزنن. تیم‌های دیگر رو هم میشه مثال زد.
البته فوتبال شگفتی زیاد داره، اما اگه اتفاقات کوتاه مدت رو بذاریم کنار و یه برآورد کلی انجام بدیم در طول سالهای زیاد، متوجه رشد تیم‌های برتر و رشد سرمایه‌شون، رشد قهرمانی‌هاشون میشیم. حالا مقایسه کنید با تیمی که امکانات خوبی نداره و به خاطرش درجا میزنه و قهرمانی به دست نمیاره، یا دائما شکست میخوره و به لیگ پایینتر سقوط میکنه، محبوبیتش رو از دست میده، اسپانسرش رو از دست میده، بازیکنان خوبش تیم رو ترک میکنن و بودجهش هم روز به روز کمتر میشه. اثر متیوی منفی اتفاق میفته. خب بخش اول صحبت من اینجا به پایان میرسه. من در این بخش راجع به اثر متیو در زمینه هوش و استعداد با شما صحبت کردم. در بخش بعدی به اثر متیو در زمینه پول و اقتصاد میپردازم. مطالب مفصلی رو آماده کردم که خدمت شما ارائه خواهم داد و ازتون میخوام که قسمت بعدی صحبتام رو همراهی کنید.